بسم الله الرحمن الرحیم. منتداری بیان نمودن. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم گاه به صحابگانش حکایه های ملت های گذشته را نقل می نمود. یکی از آن حکایه ها این است: در زمان سه یهودی میزیستند، یکی پس که به بیماری پوست مبتلا بود، دیگرش بیموی و سیومش نابینا. خداوندی بزرگ خواست آنها را آزمایش کند و فرشته را نزد آنها فرستاد. نخست فرشته نزد پس آمد و از او پرسید: از همه بیشتر چی خواهش داری؟ پس به فرشته پاسخ داد: دوست دارم که پوست و رنگ زیبا داشته باشم و این مصیبت که مردم نمی آزارند پیش آنها بنشینم و از من رنج میبرند برطرف گردد. آن فرشته دست خود را به تمام بدنش مالید که در اثر این تمام پوست بدنش خوب شد. فرشته از او باز پرسید: چی نوع مال را دوست داری؟ شتر پاسخ داد شفا یافته به او. خداوند با اشتری باردار در ماه دهم عطا نمود. فرشته به او دعا کرده گفت: خداوند در این عطایش تو برکت دهد. خداوند در این عطایش به تو برکت دهد و ناپدید گردید. سپس فرشته نزد بیموی رفته از او نیز پرسید: از همه بیشتر چی خواهش داری؟ بیموی به فرشته پاسخ داد: خواهش دارم که موی خوب بر سرم بیروید و آن ناراحتی که مردم بر سرم مسخره میکنند برطرف گردد. آن فرشته در دست خود را به سرش مالید. در اثر این خوب شد و موی خوب بر سرش روید. او را فرشته پرسید: چی نوع مال را دوست داری؟ گفت: گاو. جواب گفت شخصی دوم: خداوند به او گاوی باردار عطا نمود. پس فرشته به او دعا کرده گفت: خداوند در این گاو به تو برکت دهد. سپس نزد شخصی نابینا رفت و از او نیز پرسید: از همه بیشتر چی خواهش داری؟ میخواهم که چشمهایم بینا باشند تا همه مردمان را ببینم. آن فرشته دست خود را به چشمهای نابینا مالید و آنها در حال بینا گشتند. باز از او پرسید: چی نوع مال را دوست داری؟ گوسفند. در پاسخ خود گفت شفا یافته. به او گوسفندی باردار داده شد. فرشته به او نیز دعا کرده گفت: خداوند در مال تو برکت دهد. هر یکی از شتر، گاو و گوسفند تولد کردند و در مدت کوتاه زیاد شدند. پس هر یکی آنها صاحب پوده و رمه نهایت سرشمار شدند. سپس آن فرشته به حکم و دستور خداوند برای آزمایش آنها برفت. در اول او نزد شخص یکم رفته گفت: من شخصی فقیر و مسافر هستم. از خداوند بزرگ مدد میپرسم که مرا به منزلم بازگرداند. در سفر خود همه مالم را صرف نمودم و چیزی ندارم که به وطن خود برگردم، مگر اینکه تو برایم شرایطی فراهم سازی تا توانم به وطنم برگردم. اکنون با نام خدایی که تو را رنگ و جمال خوب، پوستی زیبا و این ثروتمندی را بخشیده است، به من یک شتر بده. آن شخص با فرشته بانگ زده گفت: فقیران زیاد اینجا هستند و من نمیتوانم به هر یکی آنها شتر بدهم. گمان دارم که من تو را میشناسم. تو همان شخصی نیستی که پس بودی که مردم از تو نفرت میکردند. تو همان شخصی فقیر نیستی که خداوند بر تو این ثروت را عطا نمود. به یاد او رسان: فرشته، نه همه این ثروتمندی به من از بابای هایم میراث مانده است. دروغ گفت شخصی پس. اگر تو دروغ میگویی خداوند تو را به حال پیشینه ات بازگرداند. گفت فرشته. سپس پیش بیموی آمد و او را نیز چنین آزمایش نمود. این شخص های مثل پس خواهش فرشته را رد کرد. فرشته در آخر به او گفت: اگر تو دروغ میگویی خداوند تو را به حال پیشینه ات بازگرداند. بالاخره فرشته نزد نابینایی که قبلا دست بر چشمانش مالیده بود رفته گفت. آن شخصی که در پاسخ گفت: من مسافر فقیر هستم که از وطن خود دور مانده ام. هنگام سفر همه مالم تمام شد و هیچ گونه شرایطی ندارم که به منزلم برگردم. تنها خداوند مرا به منزلم برمیگرداند و امید دارم که تو به من کمک میرسانی. با نام خداوندی که تو را چشم بینا بخشیده است، از تو یک گوسفند طلب میکنم تا آن را فروخته به وطنم بروم.
در حقیقت من قبلا نابینا بودم. خداوند با فضل و کرم خود مرا بینا گرداند. من فقیر بودم. خداوند مرا بای گرداند. به تو گوسفند لازم باشد چقدر خواهی بگیر. برای خوشنودی خداوند من طلب تو را رد نمی کنم. همه مالت را نزد خودت نگه دار. خداوند خواست هر سه شما را آزمایش نماید و او از تو راضی شد. اما آن دو پس و بیموی جزای خود را گرفتند. این را گفته فرشته غیب زد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.